خب سر صبح ما اومدیم اینجا توی لندن. هواپیما خورد به این برجی که میبینید بالای اون کریم، بعد اینجا سقوط کرد. مثلا باور نکردنیه، جلو چشم من این هواپیما خورد، ولی دیر شد که من موبایل رو در بیارم و بگیرم. اصلا نمیدونم، فکر کنم چیزش ترکید، الان تانکش ترکید. هوای ابری چیزو ندید، این آسمون خراشو ندید، خورد به نوک اونجا، نوک برد. بعد جالب اینه که خورد بغل ترن. حالا من نمیدونم اینجا این ترن ها چی میشه، خورده توی ترن استیشن. حالا اینجا همینجوری داره اینجا چیز میشه. اول صبح اینم از اتفاق امروز. حالا خبراشو تو نیوز میبینید.